در لیبی ما شکست عراق و افغانستان رو چیز میکنیم، از بین میبریم و پیروزی در لیبی شکست در عراق و مردم فراموش میکنن و به دنبال اون دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان هم اعلام کرد که ما در لیبی حتی یه سرباز هم کشته نداده. یعنی دقیقاً لیبی به مثابه یه فرجه جدیدی بود که اون شکست آمریکا رو چیکار کنه؟ از بین ببره، جبران بکنه و دو مرتبه جنگ پیشگیرانه یا پریمیتیو و مطرح میشه، منتها نه به صورت قبلی. و با حمله به لیبی و به اصطلاح پیروزی در لیبی، عرض میکنم به اصطلاح پیروزی به خاطر این هستش که اگر در جریان باشین همین حالا در لیبی این بخش‌های مختلف نظامی‌ها جنگ میکنن، حمله میکنن و وضعیت لیبی به حالت عادی برنگشته. نتیجتاً میخوام در اینجا مطرح بکنم که جنگ لیبی به نحو جدیدی دو مرتبه اون سیاست تجاوزگری آمریکا رو زنده کرده. بعد از لیبی مسئله سوریه پیش اومده و همه بحثا و صحبتایی که در این مورد هستش اینی که قطعاً اگر واقع لیبی در سوریه ادامه پیدا بکنه نوبت ایران خود رسید. بعد این پیش زمینه‌ای بود که من در رابطه با مسئله حمله به ایران مطرح کردم و در این پیش زمینه‌ها مسئله این بود که این جنگ‌ها در پایه به واسطه بحران سرمایه‌داری آمریکا و کشورهای دیگه هستش، ولی مشخصاً تاکید من بر آمریکاست. اما در رابطه با ایران ظاهراً صورت مسئله این هستش که ایران میخواد بمب اتمی بسازه و اگه ایران بمب اتمی بسازه نمیدونم اسرائیل و آمریکا رو تحت تهدید خواهد کرد. ولی میدونیم که حتی ایران اگر چند تا بمب اتمی هم بسازه، از نقطه نظر من اسرائیل یکی از پیچیده ترین و کامل ترین سپر ضد موشکی رو میتونه بگه در دنیا داره و نتیجتا از نقطه نظر من ایران اصلا هیچ امکان و توانایی که اسرائیل تهدید بکنه نداره. البته وقتی صحبت از تهدید میکنه این مسئله آینده است، بدانیم که تمام شواهد همین حالا حاکی بر این هستش که تمام شواهد حاکی بر این هستش که ایران بمب اتمی نمیسازه. ولی عرض کردم که حتی اگر توانایی ایران در دستیابی به بمب اتمی به هیچ عنوان نمیتونه جنبه تهاجمی داشته باشه. پس مسئله چی هستش؟ اگر در خلال چند سال گذشته که مسئله بحث تحقیقات اتمی ایران و بعد فشار و درخواست آمریکا هستش، ببین از یک طرف مسئله بر این هستش که میگه که هر مذاکره بشه آمریکا و در انگلستان مطرح میکنه که باید اول غنیسازی چی بشه؟ متوقف بشه. طرف مقابل بحثایی که میشه ایران اعلام میکنه که ما حاضریم مذاکره بکنیم ولی این مذاکره باید حاضر باشه. از نقطه نظر من دعوا بر سر تحقیقات انرژی اتمی ایران یا ساختن بمب اتمی از طرف ایران محملی برای یک
مسئله دیگه هستش که این پوششی برای اونه. از جانب ایران به هر حال تهدیدات اتمی از نقطه نظر دفاعی مطرح هستش که به هر حال میتونه از اون عنوان یه امکان معامله کردن استفاده بکنه. ولی وقتی که جانب آمریکا رو در نظر بگیریم به نظر من مسئله بر سر انرژی اتمی نیستش. به باور من در 200 سال گذشته، یعنی از زمان آقا محمدخان قاجار تا حالا، دولت سرمایه‌دار ایران اولین دولتی هستش که با فراز و فرودهای موی دماغ آمریکا و متحدانش در خاورمیانه شده. در بدبستانی که در یالتا در سال 1943 پیش اومد بین شرق و غرب، ایران کشور تحت نفوذ غرب یا آمریکا از طرف شوروی شناخته شد. نفوذ آمریکا به این معنی هستش که همیشه اگر در اخبار مطرح میشه که آمریکا میگه که ایران ثبات خاورمیانه رو به هم زده. خب این ثبات خاورمیانه به هم زده معنیش چیه؟ معنیش این هستش که میگه که یعنی من اون موقعیتی که دارم، ایران مشکل برای موقعیت به وجود آورده و این موی دماغ شدنم بی‌پایه نیستش. ایران در عراق نفوذ داره، در افغانستان نفوذ داره، حتما خوندین در هرات راه کشیده، کارخونه ساخته، در لبنان نفوذ داره، در سوریه نفوذ داره، در فلسطین نفوذ داره و به نتیجه سیاست‌های ایران برخلاف دولت‌های تاکنونی سیاست‌های فرامرزیه. حتی از نقطه نظر اقتصادی مطرح بکنیم، ایران دولت سرمایه‌داری در بلاروس کارخونه ساخته، در کارخونه ماشین سازی ساخته، در سوریه کارخونه ماشین سازی ساخته، در ونزوئلا کارخونه تراکتور سازی ساخته و اینا. نتیجتاً با اشاره به این نکات من میخوام مطرح بکنم که دعوا بر سر این استش که از نقطه نظر آمریکا و متحدانش انگلستان غیره این استش که میگن که باید تعیین سیاست خاورمیانه که تا حالا بوده باید ما تعیین بکنیم و این تعیین کردن به این معنی هستش که باید نفوذ ایران از عراق، از لبنان، از سوریه و به اینا چی بشه؟ کنده بشه. این دعوای اصلیه. پس در رابطه با این دعوایی که هستش، صحبت این هستش که آیا در عمل آمریکا و اسرائیل میخوان به ایران حمله بکنن یا نه؟ به نظر من نه. این سر صدای جنگی که هستش این جنبه‌های مختلف داره. یه جنبش به خاطر این شعبده بازی انتخابات آمریکاست. هر کدوم از دو جناح، اوباما یا اون کنسرواتیوها، اینا میخوان از این که سیاست خیلی شدیدتری علیه ایران دنبال خواهند کرد به نفع خودشون ازش استفاده بکنن. اوباما میگه که هیچ کسی به اندازه من از اسرائیل حمایت نکرده و همینطور اقداماتی که میکنه این در عمل نشون میده که داره با شدت علیه ایران اقدامات انجام میده. بعد کاندیدای دیگه هم همینطور. پس میخوام عرض کنم که یه جنبش تا زمانی که این انتخابات آمریکا تموم نشده باشه، یه جنبه از همین سر صدا برای حمله به ایران برمیگرده به انتخابات آمریکا. از طرف دیگه